السلام علیکم. سلام علیکم. چه برادر؟ جان چه؟ تمام. خوب. سلامتی خوبه مسعود؟ الحمدلله. بشی؟ باشه چه کاری بود؟ دلا و دفتر قبقا معلم شدی چی؟ برادر در همی حیات ای پشتی همی زنک معلم هم شدیم معلم هم شدیم دکتر و دکتر بگرد فرزندور نشده استیم. باور که میدونی در همین توجیکستان دیگه یکم اون همون دختر نمون ایجاب را اوجا بیو ایجاب را اوجا بیو دیگه هم هم دختر توجیکستان مرا میشناسن. میگه جای دمیرم ای بچه فرزندور نشدی ای بچه فرزندور نشدی تو کم خدایی چی نشده استیم. رجوالی سودایی دا سودایی دم بیازن اگر گشته اینا باید بیازن دارم دو زنی بجوی دیگه دارم و یا عروسی دیگه دارم هر کدامش دو سه کودکی میرم دادا بیو کاری ما خوبه کاری تو نه کاری ما خوبه کاری تو این دم بیازن که به نسل اگر گشته از زنی ما توبه نشید یا شبگی یادش نشید دیگری شبگی بود یک روز میگم هم 5 سال میشه مهنت دارم همون قدر کوشش تبابت سوسه دو خونی یگان جو ملو نموند ملوگی هم کردیم همه طرفا کردیم هیچ جای نیست فرزندور شد. راست میگو میرگم یک برد نسنجدیم همین یک زن میگرفتم خوب میشیده میرگم جان این فکریت هم برادر درست مسئولیت هم بهترین مسئولیت نه که یکی پیدا کنیم هم خیلی زنی ارزنده هم خیلی زنی با فهم با فراست با انصاف که صاحب فرزند شیم اویلا برپا کنیم. گوش کن رجوالی اگه نخواه که یک پنج یانگه داشته باشی و اما یکم خواهر نداشته باشم نخواه ما یکم قیسنگل خیلی ترنتا نه تن برادر است که ما یک قیسنگل ایت بولو بدانم 5-6 تا یانگه داری یک چه مسئله میکنیم خواهر یاد شما تیمور میشه زندگی انا زندگی میشه فرزندور گرد درنگ ما میگردن پدر میشه گشته تو دنیا یک زنک بالنشته دم شد گشته چی فکر داری؟ میرگم جان میگم که نه که مسئولیت بهترین دادی همین مسئولیت رو بر وقتتر نمیتی برادر جان 5 سال شد من فرزند انتظارم 5 سال من مهنت کرده استم دختر با دختر بگرد ولی اگر زن میگرفتم برادر جان صاحب دو فرزند چی دادیم تو چوتا من میخواستم این مسئولیت رو دات بر وقتتر بکنم نه که اهمیت میدادم دو بیامی زن تا میگرفتی پایم بالا تو پایم بالا میکنم از زن میگرفتی یک تا دو تا سه تا زنده باشی برادر زنده باشی برات ای پای کار میشیم پای کار تلفن زنگ میزنه. الو بابا و علیکم السلام. دوکان جون چی خرش مساز؟ چی؟ شوهری ما رو با زنی بیگانه دیدی؟ تو این درجه شما بواری نداشت. مایل خیلی بد زنگ میزنم تا در کجا؟ زنگ زنم نزنم وزیر زنگ زنم کتیم جنگ میشه. زنگ میزنم دروخی. الو لابای السلام علیکم. و علیکم السلام. مردک جون در کجایی؟
کار چی ما در کجایم؟ باید من حساباتتون در کجا بودن نبودن ما؟ آخه گفتم یک پرسم در کجاین؟ یگان چی نپرسازی کمتر پس من خدمیم. بین یگام چی نگفته تلفن نمیکشه. حسن سلام زنم. اومده؟ کجا بیست برزه میزنی؟ من باید من تو باید اچوت چوتتم که من امروز فلان جا رفتم در فلان جا بودم من باید تو اچوت بودم من بیا خانم میمونی نجو در راحت استراحت کنیم دم بگیریم توبه کنم خدا هجایی بیده هجایی ها زنک؟ چی خیلی با خوش قوقوتا دختره؟ ها؟ چی نمیرسه؟ چی کم بودی داری؟ ها؟ چی مشکلی داری؟ چیم نمیرسه؟ زندگیمونه چند سال شد؟ 5 سال شد 5 سال 5 سال شد بله ده همین 5 سال من چی حرمتی کردم شما را؟ آمدین پشکتون تیار نبود یا که خوراکتون تیار نبود من چی حرمتی کردم؟ گوش کن مرا من نفهمیده استم تو برای چی مرا پرسیده استی؟ ها؟ برای چی مرا میپرسی که من خوراک تا آموده نکرده بودم من همه وقت حرمتت میکردم برای چی مرا پرسیده استی؟ من باید در تو باید حسابات بتم برای چی من ده خیانت کرده؟ خیانت کردم؟ اگه جو خبر دار شدی؟ ها؟ کی گفت؟ کی خبر داد؟ خبر یافتم آخی خبر یافتم تو باید خبر نمیافتی من بگم میومدم من نقلت میکردم گوش که زنک این خیانت نیست من باید زن بگیرم من حق دارم میدونی ها؟ من حق دارم من 5 سال شده از خیلی زندگی میکنم تیاگو اون با امید نیست فرزندور نشیده استیم این حرمت این احترام این لباسشویی این خراک‌پزی تو به فرزند باشی نال و همین خاطر باید من زن بگیرم صاحبی فرزند شم صاحبی فرزند دختر پیسر فهمیدی؟ گوش کن رجب علی چه شما فکر کردن که من فرزنددار شدن مونا نمیخوام من هم میخوام فرزنددار شوم در این 5 سال زندگی من صبر کردم طاقت کردم یک بار شما را یکم گپی گنده نگفتم هرگاهی که من نمازمو میخوانم دعا میکنم که خداوند به ما فرزند دهد گفته لیکن امروز شما من رو طعنه میکنین که فرزند نمیویم گفته گوش کن رجب علی جای گپ که آمده است این سیری که بود من به شما میگویم آخران با ما دکتر رفتیم یاد داره؟ بله دکتر رو معاین کردن که نقص در شوهر تای گفتن چی؟ نقص در مای؟ بله ما فرزنددار نمیشم؟ بله نقص در شما این حقیقت دارد؟ بله حقیقت دارد